بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که کلتان خوش و جور و صحتمند باشین و درس امروز خدمت شما دوستان عزیز به شکل آنلاین درس شروع میکنیم. بخیر. درس اول از بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دو نفر از علمای بزرگوار، یکی علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه است که این یکی از علمای بزرگ احناف است، و عالم دیگه علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه است. این دو نفر از علما میگن که القرآن کله فی التوحید، یعنی قرآن عظیم شان کلش درباره توحید است. خب اینجا سوال میشه که در قرآن عظیم شان قصه های فرعون و هامان و شداد و نمرود است و موضوعات دیگر هم است. چطور قرآن کلش در توحید می باشه؟ به این خاطر 14 کلیدی که فعلا ما و شما سر از او بحث میکنیم، این 14 کلید برای ما و شما ثابت میکنه که تمام قرآن عظیم شان درباره توحید است. خب درس اول ما و شما همی شد که القرآن رو یاد بگیرین. لطفاً اگه قلم دارین نوشته بکنین که القرآن کله فی التوحید، قرآن عظیم شان کلش درباره توحید است، یعنی درباره مسائل توحید، وحدانیت الله سبحانه و تعالی و آنچه که مربوط به توحید میشه. این ما و شما از طریق 14 کلید میخوانیم. این 14 کلید چی هست؟ کلید اول است، لطفاً خوب دقیق یاد بگیرین. من این کلیدها را تو به شکل خدمت شما دوستا تقسیم بندی میکنم که شما در جریان درس ای را حفظ کرده بتونین و حتی وقتی که از درس خلاص میشین در حفظ شما باشن. کلید اول 3 کلید میخوانیم. کلید اول درباره چی هست؟ درباره معرفی الله سبحانه و تعالی هست. کلید اول درباره معرفی الله سبحانه و تعالی هست در 6 چیز. در ذات الله سبحانه و تعالی، یعنی وحدانیت الله در ذاتش معرفی میکنه. بسیار آیات قرآن عظیم شان است که الله متعال در ذاتش معرفی میکنه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله احد، الله ذات یگانه هست. الله الصمد، الله بی‌نیاز است. لم یلد ولم یولد، الله کسی را نزاده و کسی هم و الله متعال از کسی زاده هم نشده، یعنی نه فرزند کسی است و نه پدر و مادر داره. و لم یکن له کفوا احد، الله متعال شریک و مانند هم نداره. بنابراین کلید اول قرآن شناسی چی هست؟ معرفی الله متعال است در 6 چیز: در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در حکمش و در نامهایش. این کلید اول شد. یعنی آسانترش چی است؟ شما میگن که کلید اول معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز. فقط همین قدر، باز پسند درس بعدی باز سر هر کدامش تفصیل میدیم. کلید دوم چی است؟ کلید دوم حقوق توحید بیان میکنه. حقوق توحید چی است؟ یعنی اطاعت از اوامر الله و اجتناب از آنچه که الله منع کرده. آل چیزایی که اطاعت الله متعال هست، یعنی بسیار آیات قرآن است که اهم اوامر الله را بیان میکنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر. این باز بعضی آیات دیگه است که چی میگه؟ باز نهی میکنه و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. پس این حقوق توحید میگه. کلید اول معرفی ذات الله بود و صفات الله، معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز. این کلید اول شد. کلید دوم چی است؟ کلید دوم درباره حقوق توحید است. حقوق توحید چی است؟ یعنی حق توحید چی است؟ اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی الله. این را حقوق توحید میگن. سومین کلید چی هست؟ سومین کلید درباره لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ لوازم توحید یعنی با دوستای الله دوستی بکنیم و با دشمنای الله دشمنی بکنیم. اینمی که با دوستای الله دوست می باشیم و با دشمنای الله دشمن می باشیم، این چی میگن؟
این لوازم توحید میگه. یعنی توحید بالای ما لازم میکنه که ما وقتی که موحد هستیم و الله را قبول داریم و با ذات و صفاتش را قبول داریم و حقوق الله را هم ادا کردیم، اطاعت از اوامرش کردیم و اجتناب از نواهیش کردیم، پس سومین نقطه چی هست؟ که ما باید با دوستای الله دوستی بکنیم. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله. هر مؤمن موحدی که با قرآن عظیم شان، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اجماع امت و قیاس و این مسائل شریعت اسلامی اینا ایمان داشته باشن، ما باید به امرای اونا دوستی بکنیم. یعنی دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. کافر، مشرک، مرتد، منافق، زندیق، اینا دشمنای الله هستن، با امرای اونا دشمنی بکنیم. پس ما 3 کلید فهمیدیم. کلید اول چی بود؟ کلید اول یعنی معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز. کلید دومی حقوق توحید. حقوق توحید چی معنی؟ اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی الله. سوم کلید چی است؟ کلید سومی درباره لوازم توحید است. لوازم توحید چی هست؟ لوازم توحید یعنی دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. یا چی هستن؟ یا 3 کلید شد که ما شما یاد گرفتیم. خب بعضی دوستا گپ میزنن، از خاطر کسایی که گپ میزنن من ذهن من خراب میشه و تشویش میشم. این حال این 3 کلید یاد گرفتیم انشاءالله. اگر از پیشتان پرسان میشه، معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز. کلید اول. کلید دوم چی هست؟ حقوق توحید است. و حقوق توحید چی معنی؟ اطاعت از اوامر الله و اجتناب از نواهی. سوم کلید چی هست؟ سوم کلید عبارت از لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. این چی میگن؟ الولاء و البراء در اصطلاح قرآن و در اصطلاح شریعت اسلامی. الولاء و البراء میگه. ولا چی معنی؟ دوستی با دوستای الله و البراء یعنی براءت و بیزاری و دشمنی با دشمنای الله. این 3 کلید رو یاد گرفتیم. حالا 5 کلید دیگر را میخوانیم. این بسیار آسان است. این 5 کلید چی هست؟ مثلا سعی کنیم 5 کلید. اولش معرفی اهل توحید. بسیار آیات قرآن است که موحدین معرفی میکنن، اهل توحید معرفی میکنن. نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین معرفی میکنه که مثلا اینا اهل توحید هستن. آدم علیه السلام یک موحد بود، نوح علیه السلام یک موحد بود، ابراهیم علیه السلام یک موحد بود. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یک مسلمان پاک موحد بود. اینمی قسم دیگه پیغمبران را تا رسول الله صلی الله علیه و سلم و بالاخره صحابه و تابعین و تابع تابعین اینا را کلشان معرفی میکنه که اینا کی بودن؟ اینا اهل توحید است. پس کلید اول اینجا چی شد؟ معرفی اهل توحید شد. کلید دومی صفات اهل توحید است. اولش معرفی اهل توحید، دومش صفات اهل توحید، سومش قصه های اهل توحید. در کلید دوم صفات های اهل توحید بیان میکنه. مثلا اهل توحید چی صفات داشتن؟ میگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مؤمنین موحدین کدام مردم ها هستند؟ الذين يذكرون الله، کسایی که ذکر میکنن، یاد میکنن الله سبحانه و تعالی را قیاما در حالت ایستاده و قعودا و در حالت نشسته و علی جنوبهم و به پهلویشان خفته. بنانی آیات است. مثلا اول که قرآن شریف همین صفحه اول ما و شما میخوانیم، قرآن میگه هدی للمتقین، هدایت است برای متقیان. متقیان کی هستند؟ اینمی اهل توحید هستند. الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا کلشان بیان میکنه. پس کلید از اون 3 کلید اول خو فهمیدیم. حالا از این 5 کلید اولش چی بود؟ معرفی اهل توحید، دومش صفات اهل توحید، سومش قصه های اهل توحید. ما و شما در قرآن عظیمشان بسیار آیه داریم که قصه های پیغمبران، قصه های نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین بیان میکنن. از قصه آدم علیه السلام شروع شده تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و حتی از صحابه و از مهاجرین و از انصار. اینی قصه های اهل توحید است. پس کلید اول معرفی اهل توحید، کلید دوم صفات اهل توحید، کلید سوم قصه های اهل توحید،
کلید چهارم نتایج توحید در دنیا. یعنی بسیاری آیات قرآن از بیان میکنه که الله متعال چه قسم نوح علیه السلام نجات داد، موسی علیه السلام چه قسم از شر فرعون و لشکرش نجات داد، دیگه مسلمان ها را چه قسم نجات داد، ابراهیم علیه السلام در بین آتش چه قسم نجات داد. اینا کل چی است؟ اینا نتایج توحید است در دنیا، که یعنی انسان موحد یکتا پرست هر قدر سختی ها را ببینه، حتی در بین آتش هم اگر انداخته شود، لکن نتیجه چی است؟ نصرت الله بر او میرسه. این میخواستم نصرت مجاهدین مثلا نشان میده، نصرت صحابه را نشان میده. در غزوه بدر که چند هزار ملائکه آمدن و اینا بالاخره پیروز شدن و ابلیس و لشکر شکست خورد، و در غزوه احزاب که تمام کفار از کل منطقه جمع شدن و سر مسلمان ها حمله کردن، لکن الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام اینجا چی کرد؟ نجات داد. یعنی نصرت الله هست. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. در فتح مکه وقتی که مردم فوج به دین الله داخل شدن، چی بود؟ اذا جاء نصر الله، وقتی که کمک الله بیاید. پس این چی هست؟ نتیجه توحید در دنیا هست. و پنجمی چی است؟ نتیجه توحید در آخرت است. امی کسایی که موحد هستن، اینا در آخرت برشان چی است؟ جنات تجری من تحت الانهار. چه قدر صفات جنت است. صفات جنتی ها هست، جوی از شیر است و جوی از عسل است و جوی از شراب پاک است و جوی از آب است، آب بسیار خوب و زلال هست. اینا کلش نتایج چی است؟ نتایج توحید است در آخرت. پس سعی کنین 5 نقطه. نقطه اول معرفی اهل توحید، نقطه دوم صفات اهل توحید، نقطه سوم قصه های اهل توحید، نقطه چهارم نتایج توحید در دنیا، و نقطه پنجم نتیجه توحید در آخرت. پس این 5 نقطه شد. 5 که امرای 3 قبلی یک جای کنیم 8 تا شد. من 5 تا دیگره. این 5 تا دیگهش آسان است. این 5 اول که یاد گرفتی، 5 تا دیگهش بسیار آسان است. او چی است؟ معرفی دشمنای توحید. اونجا معرفی اهل توحید بود، حالا چی معرفی دشمنای توحید. یعنی معرفی کفار، مشرکین، منافقین، فرعون، هامان، شداد، نمرود، ابو جهل و غیرهم. اینا اینجا دشمنای توحید اول معرفی میکنن. دومش چی است؟ صفات دشمنای توحید. یعنی صفاتایشان بیان میکنه که دشمنای توحید چی صفات داشتن، صفات زشتشان. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. یکی از صفاتشان از دشمنای توحید چی است؟ ان الذين یقینا کسانی که اجرموا مجرم هستند، دشمن توحید هستند، كانوا من الذين امنوا يضحكون. اول سر مؤمنین موحدین خنده میکردن. و اذا مروا بهم يتغامزون. وقتی که از پالی موحدین تیر میشن، سر از اشاره میکنن با چشمای خود و با حرکات ابرو و ایگپای خود. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. وقتی که پیش اهل خود میرن، پیش خانواده خود میرن، پیش عمو کافرای و مشرکین و مرتدین دیگه خود میرن، باز اونجا بسیار خوشحال میباشن و فکایی میگن که این قسم ما مسلمان ها را توهین کردیم و تحقیر کردیم. اینی چی است؟ این صفات دشمنای توحید است. پس اول معرفی دشمنای توحید، دوم صفات دشمنای توحید، سوم قصه های دشمنای توحید. ما و شما میخواهیم که مثلا قوم نوح علیه السلام چه قسم بودن، قصه هایشان رو بیان میکنن. قصه های عاد، فرعون، ثمود، لشکر فرعون. این قصه های چی است؟ بسیار آیات قرآن است که دشمنای توحید است، قصه هایشان رو بیان میکنن. چهارمی که چیز؟ نتایج دشمنی با توحید در دنیا. نتایج دشمنی توحید در دنیا هست. یعنی یک کسی که دشمن توحید است در دنیا چی نتیجه داره؟ مثلا نتیجه چی شد؟ فرعون در آب غرق شد، قارون در خاک غرق شد. بین می قسم مثلا سر یک تعداد صیحه آمد، یک صدای خطرناک کلش هلاک کرد. اینجا هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. اینو کلشان چی باز نتایج از اینا بیان میکنه که مثلا فلانی با اینی عذاب. این نتایج دشمنی توحید
در چی شد؟ در دنیا شد. و پنجمیش چی شد؟ نتایج دشمنی توحید در آخرت است. 5 چیز نتایج دشمنی توحید در آخرت چی مانا؟ یعنی الله متعال بیان میکنه که در بسیار آیات که برشان عذاب است، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب دردناک، عذاب مهین. این عذاب های مختلف است. مثلا کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده. تو آتش الله هست که تطلع علی الافئده، که به دوزخی سرایت میکنه. اول در قلبش سرایت میکنه، قلبش اول در میده. خطرناکترین مرض چی است؟ قلب است. اول آتش سر قلب حمله میکنه. التي تطلع على الافئده انها علیهم مؤصده. امی آتش میگه در سرشان، اما تو سرش بسته میباشه، مثل دیگه بخار وارد در بسته میشه که هیچ جای فرار کرده نمیتونه. پس این نتایج دشمنی توحید در آخرت شد. چند چیز شد؟ معرفی دشمنای توحید، صفات دشمنای توحید، سوم قصه های دشمنای توحید، چهارم نتایج دشمنی توحید در دنیا، و پنجم نتیجه دشمنی توحید در آخرت. این شد 5. سعی کنین 3 اول بود معرفی الله، حقوق توحید، اوامر و نواهی. اول معرفی الله در 6 چیز، باز حقوق توحید، باز لوازم توحید. لوازم توحید چی؟ دوستی با دوستای الله و دشمنی با این 3 شد. 5 تا دیگه درباره چی بود؟ اهل توحید بود. صفات معرفی اهل توحید، صفات اهل توحید، قصای اهل توحید، نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. این 3 و 5 8 شد. 5 دیگه چیز؟ معرفی دشمنای توحید، صفات دشمنای توحید، قصه های دشمنای توحید، نتایج دشمنی با توحید در دنیا و نتایج دشمنی توحید در آخرت. این شد 5 و 5 10 13. پس 13 کلید ماشاءالله شما یاد گرفتین. میمونه یک کلید آخریش. این کلید آخری چی است؟ کلید آخری ای است که چه قسم یک انسان از دایره توحید یک انسان مؤمن مبرایه. این چی میگن؟ نواقض الایمان. نواقض ایمان یعنی چیزهایی که توحید ایمان مشکنانه. مثلا ما بسیاری چیزهایی داریم. مثلا شما در کتاب های فقهی خوانده باشین، یک نفر وضو میکنه، وقتی تشناب میره میگه وضو شکست. پس اینمی قسم اون نواقض الوضو میگن. وقتی که وضو میشکنه اینمی قسم 10 ناقض است یا بسیار نواقض هست که این چی میشه که اگر یک مسلمان او را انجام میده این را از دایره ایمان میکشن. این را نواقض الایمان میگن. مثلا یکی از نواقض براتون بگم آسان. یک کسی بود، مثلا یک شخص که خود در بین صحابه جای داده بود و از غزوه حنین پس اینا دور خورده بودن و صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا قرآن تلاوت میکردن. این شخص صحابه نمیشناختن، لکن این از جمله منافقین بود. در بین صحابه خود داخل کرده بود، در بین مسلمان ها بود. وقتی که دید که مسلمان ها اونجا رسول الله صلی الله علیه و صحابه قرآن تلاوت میکردن، یک دفعه مسخرگی کرد، تمسخر کرد، رشخندی و استهزا کرد. سر کی؟ سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سر صحابه. آیات قرآن نازل شد که این شخص چی شده؟ کافر شده. ولئن سألتهم، الله متعال میگه و اگر از این مردمای بیدین و منافقه که استهزا میکنن یا مسلمان واقعی اگر باشن، خب قلبشان کجا اجازه میدهشان که اینا بخیزن سر الله و سر رسولش و سر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم استهزا و توهین و مسخرگی بکنن؟ اما یک انسانی که قلبش کثیف است، منافق است، در زبان خود میگه من مسلمان هستم و قلبش پاک نیست، بازی میخزه این کارا را میکنه. الله متعال میگه ولا ان سألتهم، و اگر از اینا سوال بکنی لا یقولن انما كنا نخوض و نلعب. باز اینا میگه ما مزاق میکردیم، ما ساتیری میکردیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ای رسول الله صلی برشان بگو آیا شما قل ابالله به الله و آیاته و آیات الله و رسوله و برسول الله صلی الله علیه و سلم کنتم تستهزئون، شما استهزا میکنین؟ لا تعتذروا، عذرخواهی نکنین. قد کفرتم بعد ایمانکم، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقینا که شما کافر شدین بعد از ایمانتان. این حالی اینجا چی شد؟ این یکی از نواقض ایمان است. پس علما میگن یکی نواقض ایمان است، یکی نواقص ایمان. نواقض به ذات از داد، اصلا در عربی داد است، نواقض ایمان. در فارسی نواقض میگن.
نواقض الایمان یعنی چیزایی که ایمان رو مشکنانه. و دیگه چی است؟ نواقص الایمان چی است؟ که بساط است که او در ایمان انسان نقصان می آورد، مثل شرک اصغر، کفر اصغر، نفاق اصغر. اینی چیزایی هستند که یا چی هستن؟ نواقص ایمان است که انشاءالله باز ما و شما در درس‌های بعدی می‌خونیم. بنابراین دوستای عزیز، ما و شما درس امروز ما و شما از کجا شروع شد؟ از اینجا شروع شد که دو عالم بزرگوار، یک عالم نامش ابن ابی‌العز حنفی رحمت الله علیه است. این عالم از علمای بزرگ احناف است، بسیار شخصیت عالی هست. این یک کتاب داره که نام کتابش است چی؟ نام کتابش است شرح عقیده طحاویه. شرح العقیده طحاویه. اصلا امام طحاوی این هم یک عالم بزرگوار است، او هم از علمای احناف است. این عالم طحاوی رحمت الله علیه یک متن نوشته کرده در عقیده صحیح که در قرآن و سنت است، عقیده اهل سنت و الجماعه. این عالم رساله کوچک نوشته کرده و عالم دیگه که علامه ابن ابی‌العز حنفی رحمت الله علیه است، این را باز شرح کرده و نامش مانده شرح عقیده طحاویه. این عالم علامه ابن ابی‌العز حنفی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه القرآن كله فی التوحید. چی میگه؟ مثلا سخنش چی است؟ میگه فالقرآن كله فی التوحید و حقوقه و جزائه. میگه فالقرآن، این سخنای چی هست؟ سخنای مثلا از امی علما را که مثلا ما براتون خدمتتان چیز کنم. مثلا اینا چی میگن؟ علامه ابن ابی‌العز حنفی رحمت الله علیه چی میگه؟ این میگه که فالقرآن كله فی التوحید، قرآن کلش در توحید است، و حقوقه و در حقوق توحید است، و جزائه و در جزای توحید است، و فی شأن الشرک و اهلی و جزایهم و درباره الشرک و اهل شرک و جزایشان است. عالم دیگه که علامه ابن قیم جوزی در 751 هجری وفات کرده، کتابی داره به نام مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. چه خوب یک کتاب، یک نام زیبا سرازی گذاشتم. این در کتاب خود به نام مدارج الصالحین چی میگه؟ این عالم هم میگه که فالقرآن كله فی التوحید، کل قرآن درباره توحید است. اینال کل قرآن درباره توحید چه قسم است که ما و شما ایره در امی 14 کلی بیان میکنیم. این 14 کلی چی بود؟ خلاصه درس ما و شما چی یاد میگیرین؟ در امتحان از پیش شما چی سوال میشه؟ شما بگوین که قرآن کلش درباره چی هست؟ شما میگین القرآن كله فی التوحید. این سخن کی گفته؟ شما میگین دو عالم بزرگوار گفته. چی نام داشتن این دو نفر علما؟ یکیش علامه ابن ابی‌العز حنفی رحمت الله علیه بود و دیگهش علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه بود. و بعد از علمای دیگی که بعد از این آمدن، خصوصا بعد از اینا و در عصر ما زیاد علما هست که باز امی درسی که ما برای شما هر روزه مثلا می درسی که ما و شما ان شاء الله میخوانیم، ما چیزش براتون روان میکنم، سافتش براتون رایی میکنم. این حال درس اول برای شما روان کردیم، دوستا داشته باشن و اگر نداشته باشن ان شاء الله میشه بگیرن. این حال در آشیزی باز گفتیم که دیگه کدام علمای دیگه هم امی گپ میگن. بنان کل علما میگن اینا گفتن که القرآن كله فی التوحید، قرآن کلش درباره توحید است و دلیل از اینکه کل قرآن در توحید است چی هست؟ ما میگیم کلید اول چی هست؟ کلید اول درباره معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز است. کلید دوم درباره حقوق توحید است. حقوق توحید یعنی اطاعت از اوامر الله و چی؟ اجتناب از نواهی الله. به صدها آیت در این باره هست، به صدها آیت درباره کلید آیت، به چندین صد آیت درباره کلید اول است. چقدر آیات به صدها آیت درباره حقوق توحید است. باز درباره لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. ایسته شد. بعد از این میایم چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم ایده در چی میگیم؟ در معرفی اهل توحید، صفات اهل توحید، قصه های اهل توحید، نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. این 5 چیز 8 شد. حالا 9 10 و 11 و 12 و 13 کدام یکیست؟ معرفی دشمنای توحید، صفات دشمنای توحید،
قصه های دشمنای توحید، نتایج دشمنی توحید در دنیا و نتایج دشمنی توحید در آخرت، و کلید آخرش چی هست؟ کلید 14 نواقص ایمان و نواقصش است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینمی بود در سوال ما و شما که انشاءالله دوستا شنیده باشن و از این استفاده کرده باشن. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید.